سلام دوستای عزیزم. امروز اومدیم با آنباکسینگ یه بسته از اسنپ شاپ. میخوام اینو براتون آنباکسینگ کنم. البته من قبل از اسنپ شاپ هم یه بابلیس گرفتم، ولی خب اونو چون نمیدونستم باز کردم و پلمپشو باز کردم و اون مارکی که من میخواستم نبود متاسفانه، ولی حالا اوکی بود. اون چیزی هم که میخواستم کارشو انجام میداد. ولی در کل باید خیلی دقت کنید. اگه بسته رو باز میکنین میبینین اون چیزی که داخل بسته است با اون چیزی که شما سفارش دادین یکی نیست، اصلا پلمبش رو باز نکنیم. حالا ما میریم که این بسته رو باز بکنیم. خب من باز کردم. خب نوشته که ساعت هوشمند گرین لاین، مدلم هم مدلیه که دقیقا میخواستم. خب حالا درش بیاریم ببینیم که پشتش چی نوشته. خب به هر حال من زیاد که سر در نمیارم از اینا، ولی خب داخلش مهمه که اون چیزی که من میخوام باشه. رنگش هم که مشکی گرفتم. حالا باید ببینیم طرح نایکی چیه که نوشتن. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم میریم که باز کنیم. خدای امیدوارم همون واقعا چیزی، چون میدونید دیگه آدم واقعا وقتشو میذارن. کلی تحقیق کردم تا اینو گرفتم. امیدوارم وقتی که باز میکنم دقیقا خودش باشه. حالا بر طبق چیزایی که میبینم دقیقا همونه. حالا بریم باز کنیم دیگه. پلمپش باز میشه دیگه، راهی برای برگردوندن نداره. حتما دقت کنید اینو. خب شروع میکنیم به باز کردن بستمون. کامل در آوردم. خب مثل اینکه اینطوریه. جینگ. خب این خود ساعتشه، خیلی هم عالی. به نظرم اندازش کاملا مناسبه، دقیقا همونیه که میخواستم. حالا ببینم میتونم بازش کنم. خب بله، فوق‌العاده است. از این قسمتش که کاملا راضیم. حالا بریم بقیه وسایلش رو ببینیم با هم. این که یه قابه، قاب دور تا دورشه. بعد این بندشه، بندش خیلی مهمه که چیه. خب بندش رو باز کنیم. خب یکی از بنداش که مشکیه، یکیش هم که همین دقیقا عین عکس روشه، یه نارنجیه که روش نقطه نقطه است. قشنگه، بد نیست، قشنگه. ولی خب رنگ دیگه هم بخواین شما راحت میتونین بگیرین از بیرون دیگه، راحت حالا اوکی میشه با اینا. حالا بندش بمونه، بذار روشن کنیم ببینیم. یه ذره با منوش کار بکنیم ببینیم چیا داره. همه چی داره دیگه. من اون چیزایی که نگاه میکردم هم میتونیم وصل بشیم به واتساپ و
نمیدونم برنامه‌های دیگه، هم تماسا رو میتونه بندازه براتون. باید به نرم افزارش فکر کنم وصل شیم. به هر حال باید حالا یه ذره تحقیقاتی انجام بدم ببینم که حالا باید چی کارا بکنم دیگه. فقط الان خواستم با هم اینو باز کنیم، آنباکسینگش کنیم، ببینیم در چه حالته. حالا تا الان که همه چیز اوکی بوده، همه چیز خوب بوده. یه دونم فقط شارژر داره. این شارژرم با هم بازش بکنیم. شارژرش هم ببینیم. آره شارژرش هم از همیناست، درسته. اوکیه، همه چیز اوکی بود. در حالت کلی من که راضی بودم، همه چیز عالی بود، دقیقا همونی که میخواستم بود. خب این چند ساعت بعد از آنباکسینگمونه که من اومدم اینجا براتون آنباکس کردم. بعدش این بند رو براش بستم. خیلی ولی سخت بود بنداش، واقعا فکر کنم نصف زمانم رو فقط گذاشتم برای اینکه این بنداش رو نصب کنم. بعد نرم افزارش رو نصب کردم. از طریق نرم افزارش من این عکسم گذاشتم براش. خیلی کار کردم باش، راحته دیگه. این اکثر چیزایی که باید رو داره. زنگم میزنه، حتی امتحانم کردم، زنگم که زدم اینجا انداخت برای من. حالا دیگه بقیه چیزاشو فعلا نرسیدم که حالا بخونم. فکر کنم باید پیامایی هم که میاد رو این بندازه. ولی خب همینجوریش هم خیلی خوشگله. حالا من باید حتما یه دونه گلاس هم براش بگیرم که بندازم به صفحه نمایشش که دیگه اصلا خط و خش نیفته. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. گفتم اینم میام بهتون بگم که بعد از اینکه نصبش کردم به چه صورت شد. تا ویدیو بعدی، خدافظ.